سلام علیکم دوستان عزیز. برادرای عزیز، زبان انگلیسی را به حد خوانند برای که چیز خیلی مهم است. یک حادثه رخ دادگی، یک آدم از سرید آسیا برای یک کلمه ای که نتونست گفته پراندن شد. چه پراندن شد؟ وقتی ملیسا میخپن شد، ملیسا درام میخپن شد، میگن که کاچی پرسپوز میکنه که پدازرین دم میافته، میگن автомат پیستولت دگم چی داری؟ این بیچاره دا گفتگی که هم زبان انگلیسی نمیدونم، لوبو جو رفتی یس بگو کارت حل میشه. این اونا رو هم گشتن میگه یس، امی یس که گفته چیزی دیگه سوالش شده و وقتی که یس گفت ملیسا وجود شوگانی دافتید بعد چیزی گفته خیال کرده که دکمنتو را بگی. گفتن بیچاره را نه، طرف باردچوک دست دروز میکنه که یه تیرش میگیرن بیچاره میمره. بعد میفهمن که او بیچاره نفهمیده در اونجا فقط دکمنت بوده، به همین یک چیزی که نفهمیده همون را گرفتن کشتن در همینجا. به همین خاطر برادرای عزیز زبان انگلیسی خوانن خیلی مهمه و گفتنیم که انگلیسی برای پیشرفت ما گنده در کاره. تکسو برادر عزیز لایک هم اجخیم، کامنتار هم میکنیم و فکر شما همین حالا در چی شده که او را کشتن، چی شده که اون ملیسا چی شده که به فکر شما زنده باشین.